خب آقا درود و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به چنل ایران مافیا. من امیر اکبری هستم و بریم ما هم دیگه دست سناریو جذاب تفنگدار داشته باشیم تو تگ مافیا تیک. با نقش شهروندی دوباره رئیس بهم داد، کارت رئیس قفلی زدم رو کارت مافیا، مگه ول میکنم؟ دکه همه منو میشناسن، همه کارت مافیایی ما از برن. یک بازی عالی رو با هم شروع کنیم. امیدوارم شاهد بازی پرهیجانی باشیم. دوستان حتما مد نظر داشته باشین احترام به یکدیگر و رعایت قوانین بازی. مارتیس بعدم نشسته مفت منو تارگت، یعنی حتی نخواد منو تارگت کنه باز منو تارگت میکنه. صحبت میکنیم. السلام علیکم. 2 دقیقه به حرف من گوش بدین در حد 2 مایک. دیدی یه سری گاده 2 ساعت صحبت میکنن، دونی توی بین حالشو ببرید. منم یاد خدا رونالدو بازی هستم، بازی خود همین داشته باشم. 37 کاور خودمه، 37 نشستی کاور من جدشی بله من تا آخر بازی نگرد میدارم. خانم سیدنا باشم من هم سایت میگم. خانم سیدنا میبرم دیگه سایت بگیریم. خانم نو تا 2 تا 8 شما تک تارگت بزنن یا تارگت دیگه هم بزن. 2 تا 8 تک تارگت روشه. 9 رو من گردن میگیرم. بازیکن بعد. سلام علیکم، من مسی بازیم. خوشحالم که در کنارتون مافیا بازی کنم. رونالدو بازی به نظرم تو بازی شوه. رونالدو به نظرم تو بازی شوه، چون همیشه تو بازی های فوتبال هم شوه. سیت 3 4 8 تو اینا دنبال مافیا میگردم، یکو تو بازی گردن میگیرم. داداش دیسلایک تو بذار بشه 20 لایک. من مسی هم داداش. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. بازیتون بگن چه کار داریم با مسی و رونالدو؟ یک بار دیگه اسم رونالدو رو بیاریم ما میداریم با تو با اون مسی کوچوله فالج نیمتری. نوبت صحبت شما. درود و عرض ادب رفقا، امیر اکبری هم سه بازی. امید به اینکه حال دلتون خوب باشه، امیدوارم بازی خوبی کنار هم دیگه داشته باشیم. منم آرش رضاوندم دوستان. به نظرم قبل از خودم مافیا بود، چون جفتتونم عجیب بودید. ببین یک از 9 پرسید تارگتت کنم سایت بگیرم با، چرا پرسیدی ازش؟ خب داداش تارگتش کن دیگه. 2 هم واسم فیلینگی مشکوک بود. میگم قبل از خودم مافیا هست. امیدوارم مارتیس هر بازی به ما تارگت زده، امیدوارم این بازی با هم شهروند باشیم، پس کاورش میکنم. بعد از خودم 4 رو کاور میکنم. صحبت های نفر بعد. من رفقا من اسم محسنه، خیلی خوشحالم کنارتون بازی میکنم. دارم بازی خوبی هم داشته باشیم. کدو که رفتاراشون ما هم فرق میکرد، کلا همه چیشون ما هم فرق میکرد. خودشون رو ضد نقیض هم دیگه داد. این رفتار بیشتر از که 2 اومد نمیدونم، ولی آقای سه شما یه فکر داری. حالا امیر گفتی کاورم میکنی، ولی خب خود 9 لایک داد به یکی، گفت تارگت هم کن دیگه. بذاشتی 9 صحبت کنه بعد موزه یکو میگونی پایین داداش. من قبلا مافیا باشه یه دونه است. نیکس. ممنونم. نفر بعد. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. گفتی 1 و 2 مشکوکن، برایندشون هم با هم دیگه متفاوته، پس قطعی بینشون یه مافیا حساب میشه. آقای 4 بازی درسته. سرم مشکوک داری، چی جوری قبل خودت یه دونه مافیا داری 4 بازی؟ ولی یه فکت شهروندی هم داری، میتونستی از 3 بپذیری شهروندیشو بازی کنی، ولی تصمیم گرفتی تارگتش کنی. 1 و 2 رو من برخلاف همتون بذارید برایندشون رو بذارم برای فردا. یه ذره از فوتبال بکشید عقب، بیایید سمت مافیا که ما بفهمیم سایدتون چیه. بین 3 و 4 هم مافیا دارم. بچرخ. بازیکن شماره 6.
من امیدوارم که بازی خوبی داشته باشین. سیت 2 لایک میگیری بین 3 و 4 مافیا داری. سیت 2 روانمو به هم ریختی چون من با تو هم مسیر بودم سر یکه، ولی تو 3 و 4 مافیا ندارم. این لایکت روان منو به هم ریخت. پس میگم تو 1 و 2 مافیا هست. سر اون لایکی به سر 3 و 4 دادی ها آقای محمد. آقای به 5 شما رو هم مافیا دارم. یه تارگت هم میزنم به همین هفتی که یکی کاور کرد. مرسی. نفر بعد. درود و عرض ادب دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه، یه بازی خوب هم داشته باشیم. خب 6 بازی یک بازی که نشنیده کاور کرد. اگه به خاطر کاور کردن یک میزنی که افتادی تو ترپ بعد جوری دیگه فکر نکنم بیای بالا. عرضم به حضور شما که 3 هم مشکوک بوده، خود 4 هم مشکوک بوده دیگه. درست بود فکت 5 راجع به 4. من دیگه گفت یه مافیا بیشتر نی، هم توی 1 و 2 مافیا داره، هم 3 رو مشکوک داره. بهم میگن تناقض دیگه. 3 4 6 تا اینجا فعلا بچرخه. ممنونم. نفر بعد. سلام مجدد، کنارتون بازی قشنگی میشه، همگیمون خوب بشه از این بازی. فعلا رفیقمون معقول صحبت کرده، ولی خود زیاد کسی که معقول هم صحبت میکنه بعد یک گریزی بعدن ها که توی بازی بود بهش بندازم. فعلا توی 3 و 2 3 و 4 بازی هم دوست دارم برند چی بزنم بر فردا. تو 2 و 3 این بر بقیه هم میشنویم دیگه. برند 1 هم بر فردا باشه. بعد گفتم 2 بازی خندت گرفت، خنده‌دار بود. ایشونی درد میکنه، فردا خوبش میکنیم، اصلا نخور. ممنونم. نفر بعد. سلام عرض ادب، امیدوارم بازی خوبی باشه. خب کی مافیا بود تو 2 3؟ من بگو دیگه آی سیتش، همتون بین فلان و فلان، بین فلان و فلان. چه مدل بازیه؟ آی سیت 7 آی سیت 1 هفته شهرمن بود به نظرت با این صحبتی که الان شنیدی ازش؟ شهرمن بود درسته؟ آی سیت 7 نرفت اتکره طوری که 2 از تارگت کن. دوره خب تو رو گردن گرفته بود، در روت بسته بود. چطوری فهمیدی 7 شهرمنده آی سیت 1؟ ها؟ چون به تو گفت ترپ انداختی، تو مایی ترپ انداختی؟ 7 کابل که ترپ بود؟ ترپ بود؟ ترپ سختی بود. اینا ترسیدن افتادن همه توش. یکی که مافیاست ولی اون 3 هم اتفاقا مافیاسته، گفت 1 و 2 رو با هم زد. یکی مشکوک بود اگه واسه آقای سیت 3 یه 2 رفت در روش قفل کرد، بس نمیتونست با ذهنیت مافیا. سپاسگزارم. نفر بعد. عرض ادب و احترام به نوع پلیر عزیز تک الماس و واسطه امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. علی بای بازیتون اصلا خوشحالم در کنارتون بازی میکنم. آقای سیده 1 به دست پاور میدن فردا نوحه رو بخوریم با هم دیگه بازی میکنی. آقای سیده 1 چرا تو رو تارگت نکرد که؟ گفت 3 مافیا بازی بهش لایک دادی که آقای سیده 1 تو با همین هفته فردا چشم باز میکنه قربونت برم. میدونی با همین هفته یک جفتتون با هم دیگه مافیا. آقای سیده تحلیل کارت 3 و 4 بازی به دلیلیه که تو 1 و 2 باید مافیا داشته باشی. وقتی تو 1 و 2 مافیا نداشته باشی تو 3 و 4 رو نمیتونی با هم دیگه اکت مافیایی بذاری. آقای سیده 7 درسته با همون پنجه 1 5 هر بافتفی، یعنی هفته فردا گردنت میگیرم به سایت خودم میری بیرون. فردا فقط تک تارگت بلند میشی، چالش از یکی میگیری که یارت با چش باز کرد میگی 10 بازی. آقای سیده 7 فقط میگی 10 بازی. آفر قربونت برم. فردا فقط ساعت من تو دهنه. شب میشه. گروه مافیا بیدار. خوبه همون سیت 10 سایدی که گرفتی و برو با نوحه هم ساید کن. منم یه کاریش میکنم خودم و فردا. اوکی تو بردار
حالا میزنیم دیگه، حالا یه سایدی میریم توش، اون شیشه میدونه چی بلده بازی توی در بیاره. بچرخون اما کنسو بده 4 رو فعلا یه روز. آره بالا. روز میشه. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. خب باشون این بنده خدا پایان بدن نوشته شوهرم داره میره ما میریم چند صبوری بکنیم. اما نگه تایم و تنظیمه بلا این دیگه 60 ثانیه صحبت عادیتون 80 ثانیه باقیش 70 ثانیه. آره زیبا هم خودتونین، من به شدت زشتم. با چرخه شب بخیر. رسیده هم چالش نیاز داشت بگیم. من خودم در رو امروز میخورم بوده شدم تو نخوشه هاشم. کیا در رو مفتن لایک بدن؟ این همین در رو در چی؟ کیا در رو مفتن لایک بدن؟ و پنجه تو داری؟ این پنجه رو زفرین من هم مفتی دارم ولی در کسی لایک ندار. این چه دوی باده دا شوره من نیم یه شوخی من کردم تا هم شوخی شروع کردی درسته؟ من مثلا من طرف خود معتقده که همه افتادن توش بعد من میشم مافیا دیگه خانم سیدنو مگه نمیگه اینا افتادن تو طرف چجوری من میشم مافیا؟ مگه مافیا طرف میندازه؟ بیا به تو چالش میدم بیا بذار هفته زودتر گرفت. بازیکن شماره 7. تو چرا استرس داری؟ به کی چالش دادی نمیدونی؟ خب آقای ده بازی شما فرمودین که اگه خواستی 3 و 4 را تارگت کنی باید توی 1 و 2 مافیا داشته باشی، درسته؟ با عرض معذرت البته نمیخوام توهین کنم ولی از این فکت چرت و پرتر من تا حالا تو عمرم نشنیده بودم. چرا یک کسی میخواد یکی را تارگت کنه باید یه جای دیگه مافیا داشته باشه؟ فقط اینو برای من توضیح بده که چرا یه نفر یه جایی مافیا داره باید یه جای دیگه یکی را تارگت کنه. بعد شما تو 3 و 4 مافیا داری در بازی؟ نداری؟ خب کارم سخت شد دیگه. پس من امروز میگم فقط 10 خوبه؟ چون من تو 3 و 4 مافیا دارم تو نداری. اوکی فقط 10 بچرخه. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. 8 بازی تو 2 و 3 کی تو بازی مافیا بود؟ 3 تو بازی مافیا بود 4 نرفت بهش تو بازی تارگت بزنه. باید تحلیل میکردی بین 2 و 3 کی تو بازی مافیا است. همه میگن بین 3 و 4 گفتن بین 1 و 2 تو بازی مافیا است. آیا علی با گفتن 2 تو بازی مافیا است. چرا من نباید به حرفای مافیای خانم سیت 6 چرا من نباید به مافیای 3 و 4 تو بازی لایک بدم؟ اینا معتقدن بین 1 و 2 تو بازی مافیا است. باید بهشون تو بازی تارگت بزنم. آقای امیرعلی یه سوال دارم راجع به شما فهمیدی حرف نزده محسن مارتیز تو بازی حتما تو بازی شهرونده میخوای باهاش تو بازی کنی. من چیکار کردم 3 4 8 رو تو بازی زدم خودت شهروند تو 4 شهروند تو بازی زدم فرض بعد منو گردن میگرفتی. چرا به این گذاشتی بین 1 و 2 تو بازی؟ چرا به این گذاشتی بین 1 و 2 تو بازی؟ آقا علی با خودت تو 1 و 2 تو بازی مافیا نداری حق نمیتونی خورده رو بگیری بگی 1 و 2 تو بازی 1 و 2 تو بازی مافیا داری 3 و 4 اومدن ما رو تو بازی درگیر 3 و 4 تو بازی شهروند 1 و 2 کی تو بازی مافیا 1 بود که من تارگتش کردم کی تو بازی مافیا بود بین 1 و 2 آقای علی با جان علی با به نظر تو بازی من سایدم با امیر اکبریه ساید من با 3 به نظرم تو بازی 3 تو بازی حتما مافیاست چالش میگیرم از سیت نو فکتاشو رو داغ وارد بازی میکنم. امیر اکبری چقدر شوی کنسه بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. چالش شد دیگه میذاری آخرین لحظه که فکر کنم یادت رفته آقای سیت 2. خب آقای سیت 1 چیز انداختی ترپ انداخته بودی آقای سیت 1 دیروز کی افتاد تو ترپت؟ 1 تا 9 کی بود تو ترپ شما آقای سیت 1 1 تا 9 فقط منو زدی چون بهت گفتم ترپت همه افتادن توش
خودت حتی نفهمیدی تو اون ترپی که رو حرف انداخته کی افتاده توش. نگفتی آقای هفت چی شد که شهروندی منو قبول کردی؟ آقای سیت من چی گفته بودم که تو فهمیدی باید شهروندی قبول کنی؟ آقای سیت یک چی شد؟ خیلی شویی، حتما مافیایی. اما اصلا یه کاری نکن بگم شما هم مافیایی. تو 1 و 2 باید تارگت خلق میکردی که 3 و 4 بگی مافیا نشسته. نمیتونستی بگی 3 و 4 اونجا مافیا نشسته. چرا؟ 3 رفت 1 و 2 رو با هم زد، 4 گفت 1 2 3 مشکوکن 2 تا مافیا اونجاست. خب چرا تو 3 و 4 مافیا بود؟ به چه دلیل؟ علت؟ استدلال آقای سیت 7 حسی که بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. نوبت صحبت شما. ببین یک بازی تو معارفه فهمیدی یه نفر تو ترپت گیر کرده. اون نفری که تو ترپت گیر کرده مگه 6 نبود؟ چرا امروز در و دیوار و تخته رو تارگت کردی الا 6 تو ترپت مگه گیر نکرده بود؟ رفته بود به 7 تو بازی گفته بود مشکوک. باید تحلیل میکردی دیگه. ببین دو بازی رفتار سالمه منو نمیتونی بگی فکت مافیاییمه که من مافیایی که معارفه فهمید باکس 3 4 شهروندن و امروز کاورش میکنم. یعنی خودم شهروندم، فهمیدم محسنم تو بازی شهرونده. من چون صحبت نکرده دوست داشتم یه نفر تو بازی شهروند باشه، بعد میومدم تو رو تارگت میکردم. خب شاید این مافیا بود، رفتارم ناسالم بود که اگه تو رو فورس سر تارگت میکردم. چه فکتی بود واسه من آوردی؟ ولی محسن ما کلا رفتاری که با هم دیگه داریم با کارت مافیا کارت با هم دیگه نشون میدیم. منم اینطوری کاورش کردم، به نظرم نمیومد تارگتم کنه، بهم حتی یه ریز بگه مشکوک. به خاطر همین تو معارفه واسم شهروند بود. 2 که مشکوک بود. ببین من ساید میندازم تو 7 و 10 حتما بینشون حضور مافیاست، چون حتما بینشون حضور مافیاست. اینا چالش سردست گرفتن بی فکت به هم دارن تارگت میزنن، حتما اینجا حضور مافیاست. خودم خارج از سایت با 2 سایت میرم این 2 رو بازی میکنم بیرون. فکت شهروندی ما آورد بهم گفت مافیا. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. که چی گفت؟ دیس بودم دیروزم از 7 به بعد نشیدم چی گفته. این آقای 7 بازی فهمیده بوده یکی ترپ انداخته، شیشه افتاده توش. چه ترپی انداخته؟ کاور کردن تو ترپ بوده آقای 7 بازی؟ نشنیده؟ چجور فهمیده تو رو کاور کنه؟ بغل دست من شهروند یک شهروند نشسته، من اینو نمیپذیرم. یا من خورم کارتم شهروندی، یک بیاد یه دونه بالا سر منو کاور کنی، تو بلند شی بیای بگی یکی ترپ انداخته تو افتادی توش. یکی چه ترپی انداخته فهمیده تو رو کاور کنه؟ نشنیده. مثل 7 بازی از 9 بپرسه، من اجازه دارم تو رو گردن. این چه ترپیه؟ سایدم بات گفته 7 بازی دیگه با همون یکی امروز من نشیدم چی گفته. کار ندارم، این 7 حتما مافیاست. به ساید خودم ولت نمی‌کنم. ببین اینجوری میچسبم نمیذارم نفس بکشی. 7 بازی یکی ترپ انداخته، شیشه حتما شهروند افتاده توش. من اینو میشناسم. جرأت نداره کسی به من تارگت بزن. آقا 7 بازی تو شهروندی نفسشو میگیرم. سپاسگزارم. نفر بعد. تو 58 مافیا نداره ایشکی. من تو 58 مافیا دارم. اصلا رونده یه جوریه که تو 5 باید مافیا باشه. نمید تو 6 7 بیشتر یه مافیا نیست که. پس 9 یارشون نمیشه. یار 7 که نمیشه. واسه هم بگو یه دونه تو 58 باید مافیا باشه. اما اصلا شما که مشکوک بود معرفت فهمیدی 3 4 6 رو تارگت کنی. من گفتم قبل من یه دونه است، تو خودت قبل من یه دونه داشتی، چرا منو تارگت کردی؟ و چرا من که 3 رو من دیدم دیگه، گفتم تو نباید. نه اما اصلا مشکوک بود معرفت که بد بود دیگه. من میخوام گوش بدم. امیر اکبری هم من خیلی شهروندش ندارم ولی سایدش رو باز میکنم. بهم گفته شهروند، خودش رو نگر میدارم سایدش باز شد. میخوای با این ساعت بگیری خودت میدی آقای محمدم. من با دستش رای میدم. استدلالش درست بود امروزم، ولی من فیلینگی مافیاش دارم. بازم نمیدونم، من سایدشو باز میکنم. حالا شهروندی با این ساید نگیر، میری خودت. نکس. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. انواع فکت‌ها رو واسط میارم، ترن صحبتت همه رو دیباگ کن.
آیسیده هفت شما فهمیدید تو 1 و 2 بازی هیچی نیست، تو 3 و 4 بازی مافیا نشسته. من فهمیدم تو 1 و 2 مافیا نشسته، تو 3 و 4 مافیا نشسته. پس باید مسیرم به تو بخوره. 1 2 ذهن شهروند اینقدر نمیتونه معتمد باشه. یک طرف به قول خودش شهروندی رو انداخته رو تو کاورش کرده تو رو، ولی تو به اون یکی اعتماد کردی که به عنوان شهروند بازی میتونی با یکی بازی کنی. 3 آقای 37 الان تو 3 و 4 بازی مافیا داری؟ 3 لایک 4 دیسلایک. لایک 3. خب 3 فهمیده تو 7 و 10 ساید نشسته، سایداشون رو باز کنی. درسته؟ مسیرش میتونست به تو بخوره بگه تو مافیای بازی. چرا؟ چون تو گفتی بودی تو 3 و 4 7 3 و 4 مافیا داری، تو 1 و 2 مافیا نداری. 3 تو 1 و 2 مافیا داره، شما رو مافیا نداره. آسیده سوختی تین بلایندی. قربونت برم. من الان باید یقه 4 رو میگرفتی که گفته بود. ممنونم. نفر بعد. خب من دواره که تا دندون کاورش میکنم. به نظرم 2 شهر، 4 هم به نظرم شهره. 3 بازی بریم سراغ فکت. گفتی من چی؟ گفتی ما عادت داریم من و 4 یعنی محسن کارت به هم نشون بدیم. درسته؟ لایک بده عزیزم، لایک بده دیگه، نترس. 4 به تو گفت دیگه، کارتشو نشون داد. همه شنیدید که 4 به 3 تارگت زد. این میشه فکت. اونی که تو میگی اون میشه قصه. من قصه بلد نیستم، بازی فکته. پس 3 بسیار مشکوکه تو دک. این مال 3. ولی اینا همه باز دوباره قصه. یه مافیا فورس دارم سیت 9، یعنی بازیتون روند بگیره. یه تعداد بگیم 5 مافیاست، یه تعداد بگیم 9 با مافیاست. 9 بازی نه به ساید 1 برو، نه به ساید 2، نه به ساید هیچ کس. به ساید من برو، من مافیام. دونیتویه بازی بچه ها. آره من رئیس مافیام. یه سریتون بگید 5 مافیاست، یه سریتون بگید 9 مافیاست. 2 و 4 رو کاورش میکنم. بذارید ساید 7 و 10 هم فردا باز میشه. بین اینا هم مافیاست. من 10 رو شهرش دارم. منو تارگت زد و سفتم بهم تارگت زد، ولی من 10 رو شهرش دارم. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. بله منطقیه دیگه. حالا بعدیش اینه که خود 7 بازی رو به خاطر 1 بازیه دارن تارگت میزنن، ولی اونقدری که خود 7 داره تارگت میخوره 1 تارگت نمیخوره. بخوام میگی آره یک مقدار غیر منطقی داره تارگت میخوره. خود 6 بازی هم خیلی دیگه خاصی دست بالا رو بگیری یا مثلا دیگه خاصی بگیم از که خیلی دیگه من شهروندم، بعد از کارت شهروندی من حتما مافیا پیدا میشه. درسته؟ اینو روزهای بعدی رو من توی بازی تو رو نباید ببینم. درسته؟ میخندی؟ باید شیادی شاد بشی دیگه. با این برایندی که تو داری میگی شیادی شاد باید بشی. نمیترسی؟ ترس نداری از شاد؟ نمیترسی. خیلی هم عالی. شهروند نترس. اینجوری خوبه. اگه مافیا نباشه نفوذی نباشه خیلی خوب. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. آسته 8 من دارم میگم شهروندم، بالا سرم هم حتما مافیاست. تو فهمیدی تو نمیترسی، بلنش پکیج شهروندی بخواد منو محافظت کن. تو چرا منو داری تهدید میکنی آیه حاج محسن؟ تو باید الان تلاش کنی منو نگه داری، نه اینکه بلنشی منو تهدید کنی. آقای 8 از نظر تو جای 7 چیه؟ بلنشی ترم خودت میگی شهرش داری؟ به من خورده میگیری؟ ببین من دروتون شما دوتا رو شخ میزنم، از توش مافیا میکشم بیرون. میدونی؟ شخ میزنم. 1 رو نشیدم امروز. 1 چالش بگی ببینم تو چی گفتی به عنوان نفر 11. ساید منو باز کنید دیگه. من شهروند ندارید، ساید منو باز کنید. من دارم میگم الان 8 مشکوکه. من میگم تو 7 و 8 دوتاشون هم بیارید بالا، من هر کدوم رأی کشیدم اونجا رأی بکشید. ساید منو باز کنید. بلند شده برای من نمیترسی چی بشی. عوض اینکه بلند شده بگه این باید بمونه، این خانوم بلند شده میگه نمیترسی، باید تو نباید باشی.
سیت 9 هم نشیدم و 5 فقط سر شهروندی 10 باید موافقم. تو خود دو الان بازیکن شماره 2. دیدی آقای اکبری جدال فکت دیگه درسته؟ تو به نظرت من تو بازی مگه مافیا نیستم؟ بگم من به نظر من تو بازی مافیا نیستم. محسن به تو میگه تو بازی مشکوک، به من تو بازی تارگت نمیزنه. آقای علیبا این فکتی که داری میاری 3 نه به 7 تو بازی تارگت بزنه، فکت باکس مافیای 37 دلیل. 7 بازی فهمیده 1 و 2 تو بازی هیچی ان، بین 3 و 4 تو بازی مافیا است. 4 نمیره به 7 تو بازی تارگت بزنه، میگه با دست 3 2 رو میخوام بخورم. 3 خودش به 7 تارگت نمیزنه، میگه 2 تو بازی مافیاست. آقای 3 بازی مافیا شما رو کاور کنه میشه برای شما تو بازی شهروند؟ 2 روزه داره توف میکنه تو کارت شهروندیت. 2 روزه داره توف میکنه تو کارت شهروندیت. آقای 8 به نظر فقط 6 آره. آقای 8 6 به نظر فقط دیگه بین 2 و 3 کی تو بازی مافیا بود امروز تو بازی تارگت نکردی چالش گرفتی. تو ترنت میگی بین 2 و 3 کی تو بازی مافیا بود. بین 2 و 3 تو بازی مافیا بود. 4 اومد به 3 و تو بازی مشکوک کرد، گفت با دست پاور میدم 2 اتک بکنه. اومد به 58 تو بازی تارگت زد. بعد دیگه بین 3 و 4 تو بازی مافیا هستن، بین 2 و 3. جدال فکت دیگه آقای اکبری. تو خودت بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. میدونی آقای ده بازی علی با حس میکنم تو شهروندی دارن ازت کولی میگیرن، حس میکنم. ولی اگه تو 3 و 4 هنوز مافیا نداری من هنوز باد میجنگم. اگه میگی 3 و 4 هر دوتا شهرن یا من میرم بیرون امروز یا تو، چون من هنوز تو 3 و 4 مافیا دارم. هیچ کدومم به من نمیگن قطعی مافیا. محسن که میگه مشکوکی، سهرم که اصلا به من نظر. ولی کاری نداریم. ببین از کارت 1 من تارگت خوردم، یعنی میگن چون تو 1 پذیرفتی شهرونده تارگتت میزنیم. درسته 6 بازی همین حرفا زدی، 9 هم همین حرفا زد. حالا یه سوال، شما 1 مافیا دارین 6 و 9؟ 6 بازی 9 1 مافیا داری؟ نمیدونی. چرا دیگه؟ تو میگی چون کاورت کرده بود تو هم بهش گفتی شهروند، من تا مافیات دارم. کل فکتی که برام آوردی همینه دیگه. خب باید 1 مافیا داشته باشی دیگه. امروز با دست من رأی میدین به 1 6 و 9. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. نوبت صحبت شما. خب محمد جون این یارم بود داره این رفتارا رو با هم میکنه؟ فکتی که من واسه تو آوردم مگه دیباگ داره؟ 5 سر تارگت زدن به من داره دکو میبره تو ارور. 5 میگه تو باکس 7 و 10 مافیا است، کارت مافیایی تو 7 و 10 میگه من شهروندم ساید انداختم بینشون. یکی میگه بین 3 4 مافیا است، اون یکی میگه 3 رو چرا تارگت نمیکنی؟ باکس اینا بینشون مافیا باشه که کارت شهروندی منه. 5 میگه 3 9 با هم تو بازی مافیان. 3 9 از کجا دروردی؟ خب قربونت برم تو بعد روز 2 نهایت روز 3 مثلا میفهمیدی 3 اونو با هم تو بازی باکسن. من مافیا باشم کارت مافیاییم تحلیل داره. تو اتکرای معارفم باید یار داشته باشم که امروز رفتم خودت که با من ساید گرفتی و تارگت کردم. شیشی که کاورم کرده بود تو معارفه رو تارگت کردم. درسته؟ باکس 70 گفتم بینشون مافیاست. تو 8 9 محسنی که کاورش کردم داره بهم میگه فیلینگی مشکوک. 5 که بهم میگه شما مافیا. 1 من باید چین داشته باشم. کارت مافیایی نمیتونید تحلیل کنید، تک تارگت نمیتونید بزنید که. کارت مافیایی تحلیل داره. باید بگی چرا من تو بازی مافیام. ببین من دورم اسکیپ میکنم. من تک رأی 1 فقط به 5. فهمیدی 2 تو بازی شهرونده؟ خوب فهمیدی، آفرین. منم شهروندم. 2 شهرونده، 4 شهرونده، 3 9 باکسیم دیگه. بیا بالا. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. اینطور هیجان از دکترها میگن برای قلب و عروق و چیزا خیلی خطرناکه. ما نگران وضعیت سلامتی شماییم. شاید رأی کشیدیم شما خروج پیدا بکنی که بیشتر اذیت نشی. این از وضعیت تو. 1 سیو پزشکم رو 6 بازی باشه، فردا برایند برای ما بیاره. درسته؟ سیو پزشک با مخلفاتش خوبه؟ شدم شهروند برای 6 بازی؟ شهروند نشدم پس؟ سیو پزشک روی 6 بازی نمیخواد. برو به درد من نمیخوری تو. سیو پزشک روی 5 بازی باشه با مخلفاتش. نه دیگه 1 دفعه برای دیالوگ میکنن. تو ادعا داشتی دیگه
اوی منو به حد نگه می‌داشتیم. کسی که میخواد نگه داشته باشه یکم از خودش چیز طمأنینه نشون میده، یکم دیالوگ شهروندی، یکم دل به دست میاره، نه اینکه کل کنه با همه شهروند، با همه دک. تو همون هفته بازی کل بنداز میاد تو ماشین چی در میاد دیگه. بفرما. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. فکت چیت 8 اون چاره گفته بین 5 و 8 مافیاست. اگر منو شهر داری موظفی چاره رو تارگت کنی. اگه چاره رو شهر داری موظفی منو تارگت کنی. این همه فکت بازیه. درسته؟ حالا کاری ندارم. سیت 3 شما فرمودی فکت متقن دعا رو آوردی که دیباک پذیرم نیست. پس برای چی بهش میگی شهروند؟ اینم فکت، متوجهی؟ تقابل بازی تقابل فکت. میوه فروشی نیومدیم داد بزنیم. شما 2 تا فکت متقن برات آوردم که اگر رو سنگ بذاری سنگ تبدیل به موزم میشه. یه 3 بیارید بالا، یه 5 و یک 9 که داره میخنده. به 1 9 نزنی ها، فقط به 5 میزنی. 3 5 9 میان بالا. بقیه سایداتون هم همه فردا باز میشه. کارگاه داره بازی، تفنگ داره، خیلی مخلفات زیاد. 3 5 9 این 3 تا بیان بالا بذار سایت تشکیل شه. یه سیف پزشکم آزاده بچه‌ها، آزاده، میتونی رو خودت بخوای، رو من بخوابه حتی اگر مافیام ضرر نمیکنه، حتی اگر مافیام. بازیکن شماره 9. تو که مافیای سیو کسی خواستی دست دکتر رو میشکنم تو رو سیو بده. تو که امروز پروازت رو میزنه آقای سیت 5. یه 4 3 با 2 تو سایت بوده، 2 و 3 با هم سایت گرفتن، 7 و 10 با هم سایت گرفتن. خودم رفتم یکی رو سایت گرفتم، فهمیده بیاد سایت بندازه بین شماها نشستید منو تارگت میکنی. 5 8 بازی آی 5 شهروندی به کتفم که شهروندی میکنمت بیرون. چون تو من روی 4 رو میزنی میگفتی تو این سایدایی که باز شده تو ساید جدید خلق کردی، پس یارت کارتش درگیر بوده، پس 4 حتما مافیا میشه. اینو نگفتی با کارت شهروندی و ذهن شهروندی باید اینو میگفتی. باید فک شهروندی دعا رو میآوردی. چرا کاورش کردی؟ چرا رفتی با 9 ساید بستی از سر آقای سیت 5 از کارت یکی ورود کردی ولی با من ساید بستی؟ شما همه کاربدا رو کردی سیو دکتر واسه چیته؟ سیو دکتر واسه چیته؟ فک شهروندی دو چی بود؟ میگی 3 چرا رفتش به 2 گفت شهروند و تو رو گردنیه، به تو رفتی 2 کابر کردی دیگه، به 2 بگی مافیا تو یارشی؟ ایسید 5 جمع کن بابا، جمع کن فکت آبدوخیاری، فکت متقن مافیایی. تو بگی یه دونه فکت متقن بیار من امتیازشو بهت بدم. باشو 5 حتما مافیاست میاری. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. کسی تو 2 3 5 8 بیشتر از یه مافیا داره. من که تو 2 3 5 بیشتر از یه مافیا نمیبینم. اینا که هیچ کدوم نمیتونن با هم یار باشن. نه 2 3 نه 2 5 نه 3 و 2 نه 3 و 5 کدومشون میتونن یار باشن؟ هیچ کدوم. اینا که نمیتونن یار باشن با هم. پس این ور دک یکی رفت، چرا یکی سیف شده آقا. تو دک یکی سیف شده، شروع دکم 19 و تارگت کرده، یه دونه تاک نمیخوره. شما چجوری 2 تا 5 مافیا دارین یک رو تحلیل نمی کنید؟ یک چیه اینجا؟ من که میگم یک رو بکنیم بیرون سیف شده تو 6 7 10 یه دونه نمیدونم. آقای خانم مهسا شما که مشکوکی دیگه، فقط 5 رو تحلیل کردی الان. من میگم یکی مافیاست، همون 1 9 10 بیاریم بالا، آدزار یکی یار تارگت کرده باشیم. یک سیف شده دیگه، اما خب 8 هم یار 2 تا 5 نمیشه دیگه. صحبت های نفر بعد. آقای سیده 1 چالش نمیخوای وارد بازی شی؟ آقای سیده 1 کریستیانو رونالدو نیستش، حتی سیاهشو بکشه. آقای سیده 4 یعنی توی 1 9 10 هم دنبال یه مافیایی؟ آقای سیده 4 نمیدونی؟ آقای سیده 7 میگه امروز بکشیم زیر 4 زیر 1 بلش کن. امروز بازی میکنی زیر 4 بکشیم آقای سیده 7 بلگانشو میخورم دیگه. نمیکشی؟
نه خواستم ببینم نظرش در مورد چهاره چیه. یکی رو مافیا داری ببین، من که یارش نیستم. من به هفته برگشتم گفتم من یکی رو نگم. ببین من با کارتم یه دونه مافیا گرفتم 37 نامی، یا با من بازی میکنی یا بازی نمیکنی. 10 تا مافیا نمیتونم بگیرم. یکی رو گرفتیم بسم الله، 3 رو گرفتیم بسم الله، 5 رو گرفتیم بسم الله، 9 رو گرفتیم بسم الله. ولی خب از پیوی کارت بنده هفته میشه مافیا باز. هفته معتقدی که مافیاها به دست بنده دارن پاور میدن، من میتونم گوشه ذهن شهروند بازی باشم ولی خب نمیفهمه خودش ممکنه مافیاها دارن به دست خودش پاور میدن. واسه تا یه شیشه نمی شما رو گردن گرفت، مسیر به اون شیشه نفت. زمان رایگیری. دوستان آماده باشید. خب عزیز دل، از اونجایی که من قلب رؤوف و مهربون دارم، ببخشید من داشتم آب میوه میل میکردم. من چون روتین آپارتمان دارم، من خیلی با کلاس آدم هم 3 نفر تایپ بکنم بنده بهشون اکسترا میدم. 3 نفر اول، اکسترا 1، اکسترا 2، اکسترا 3. تمام. از ببینم کیا نوشتن. بله. آی 2 بازی بله تاییده. آی 7 بازی نه واسه به ترتیب دیگه. بله تاییده. بله مرسی تشکر. لطفا بیش از این دیگه مزاحم بنده نشین دیگه. من تا به اکسترایی که نوشتم. ببین آقایان معتقدی بین 7 و 10 تو بازی مافیا هست. 4 خودت تو بازی شهروند داری، به 10 هم گفتی تو بازی شهروند. بین 7 و 10 تو بازی مافیا باشه و فورسز بذاره هفته خودت با هفته تو بازی سایت بگیره. هفته اومده 2 تا مافیا ذهنی تو رو تو بازی نیده، اومده خود شهروند تو با 4 شهروند تو بازی باکس کرده. آقای محسن ببین عزیز دلم، من فکت شهروندیم اینه که تو سایت با تو امروز وین بودم دیگه. کارت 2 یارم نمیرم نشونه 5 بدم. 5 که گفته باکس سینو با هم تو بازی مافیان. خودم گفتم باکس هفته حتما بینشون مافیاست. اینا جفت دارن سایدو میخوابونن به من تارگت میزنن. خودم 6 رو مشکوک کردم. داداش من چین ندارم. تو باید فکر کنی من تو بازی آقا در بازی اون موقع که از من پرسیدی به 4 رای میدی، دیدی کیا لایک کردن؟ بازم نفهمیدی بازی ها، هنوز نفهمیدی بازی ها. ولش کن. 1 بازی، 3 بازی، 6 بازی، 9 بازی. خب مرسی. خب آقای سیتسر، تو چرا نمیگه کارت 4 داری میخوری؟ 4 من خودم یکی رو گردن گرفتم، فهمید تو 1 9 چین 2 تا مافیا نشسته، رفت ساید انداخت تو 58. پس هفته یارش بود دیگه. رای بده 4 هفته بیاد بالا. آیا 4 تا فهمیدی یکی الان مافیاست؟ من خودم گردنش گرفته بودم، نمیتونستی مسیر دادم به اون 5 شهروندت بود. دوستان شنیدید صحبت های نهو؟ اگر شنیدید دوباره 3 5 9. سیت 3 زیاد قصه یاراتو نخور. شما برو بیرون. 2 تا یار که بیشتر نداری. اونا رو من نشستم تو دک اگر سیب پزشک رو بخوابه پیدا میکنم. شما با چرا چون من در قصه اکسترا کرده بودیم واقعا دستم من بود. نفر بعد. ندیدم. یعنی من نمیداشتم تو فوز رای گیری باشم، همونجا در جا بهتون اکسترا میدارم. نفر بعد. شما تایش واسه یه تک رای باشه بیر باشه. بازیکن بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. من دیگه زیادی زدم. یک بینگو نشسته، یه رایتون میخواست بشه 1 رای، من چیکار کنم؟ ای رو حساب میره یارو 1 دونه 3 رای نشسته، طرف با 3 رای نشسته باید میگه من میخواستم بهش رای بدم. خب رای بدم چیکار کنم؟ 1 رای تاش خواست بیاره. نفر بعد.
مگه هفته کسی رنگ رو اعصاب من نرونن و چت پرت بسی من نمیدید. شماره های 3 و 7 و 9 در دفاعیه حاضر میشن. نوبت صحبت شما. این 5 بازی ایرادی که نداره داداش، نهایت کارت در ازای کارت دیگه. تو هم نمیتونی فکت منو دیباگ کنی. من و 9 دوتا رأی یک تو بودیم. وقتی تو باکس مافیا تارگت کردی من نمیام کارت باکس مافیا رو نشونت بدم. این فکت دیباگ نداره. یه شهروند نتونستم کنسه بدم به تو رأی یک بده. این که دیباگ نداره قربونت برم. داد بیدادم نمیکنم. رأی یکای من کیا بودن؟ 7 8 10 1 5. کی تو اینا مافیا نداره؟ تمام شد. نکست. صحبت های بازیکن بعد. خب شیشه بازی به یک رنگ میدادی تو؟ شیشه نیومد بالا، فقط هم گفته یه مافیا دارم 7. ارزم به حضور یکم نشنیده و فقط هم فکتش اینه چون 1 به 7 گفت شهروند و 7 یکا تارگت نکرده مافیاست. 9 هم همینا گفته، 9 بازی هم همینا گفت. 3 که علنا دیگه شل کرده. نمیخوای 10 بازی اصلا بازی هم متوجه بشی، نمیخوای متوجه بشی، فکر نکنم متوجه بشی. 3 رو رای بدیم بره بیرون. مرسی. نفر بعد. شهروندی 3 رو میارم. رأی میخواید به 3 بدید میکشید زیر من میرم بیرون. حوصله ندارم واسهتون توضیح بدم. 3 رفت با 2 سایت گرفت. 3 مافیا بود، 2 نیومد تو دفاعیه، پس 3 میشه شهروند. 4 3 رو کاور کرد، گفت اگه مشکوکم باشی با دستت بازی میکنم. 4 نیومد تو دفاعیه، کاوری 3 بود. پس چی؟ 3 میشه شهروندتون. حق ندارید به 3 رأی بدید. آی سی که 7 شما که مافیایی 2 روزه داری بدون فکت میگی 3 10 تو رو گردن گرفته داره تیکه تیکت میکنه، بلا بهش نمیگی. آی سی 7 رای میکشم زیر تو. من 7 مافیا دارم، 4م یارشه. لوکیشن 3 و 4 که گفت. میریم برای رای گیری. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن شماره 7 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. خب یه پلیر نمیده اینقدر بد باشه مگه اینکه مافیا باشه. فردا گانا میدین به هر کسی به جز 10 بازی 10 فقط بزنه. اوکی؟ چه فکر شهروندی داشت 9 بازی؟ شب میشه. گروه مافیا بیدار. یه شات بزنیم من فردا فدایی میشم بازی رو در بیارید. کیو بزنیم؟ نمیدونم 5 شاید سیو بخوره سر 8. نمیدونم 6 8 رو میبنده یا نه. ولی اگه 5 تکاور باشه تو هم بزنی رئیس مافیا احتمال زدن 9 هم هست، چون 9 گفت تو شهروندی به 9 رای. کیو بزنم بیخیال؟ اگه یه کشت برم همینطوری چشمو بستم یکیو زدم. داده سرت بزنم این فردا 9 رو میکنیم. تیم مافیا بخوابه. گروه شهروند بیدار.
یک روز دیگه شروع میشه. دیشب بازیکن شماره 2 از بازی خارج شد. درخواست برای استعلام وضعیت. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنن و امکان دادن چالش نیز هست. از پایین بدم مواجبترتون لایک بده سریع بیا. اینقدر خوشحال شدم هفته دیشب گفتم به به یکیشو دادم بیرون. اینقدر خوشحال شدم سر هفته. دیسلایک میدی آقای سیدی. الان که 3 و 9 با هم دیگه باید چه این باشن یا 9 میشه مافیای بازی. من دست پنجه رو دیگه نگاه میکنم. خیلی خوشحال شدم سر هفته. هیچ کاری نکردم از ذوقم. گفتم دیشب رفته احتمالا مافیا بوده. ما با دست پنجه نگاه میکنم. پنجه زیر هر کی رای بکشه چون هیچ کی دیگه به پنجه تارگت نزد. هیچ کسی به پنجه تارگت نزد. مورد اعتماد منه. با دست پنج بازی میکنم. آقا 35 من صحبت کنم ببینم با کی بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. گفتسه دیروز مطمئن بودم 2 شهرونده. تو به 2 زدی. گفتم تو پلیر خوبی هستی پس مافیایی. 4 تا رای بردی. رای 5 کشیدم میرفتی بیرون. قول بهت میدم فردا تو بازی میموندم. حتی اگه شهروند میخوندی چون بلدم از خودم دفاع کنم. اینو بهت قول میدادم. بچه‌ها هر کی منو شهروند داره زیر 9 رای میکشه. هر کی 9 رو شهروند داره زیر 5 رای میکشه. سیت 3 از 9 حمایت نکن. سیت 3 باشه. 7 خوردی سیت 9. ضمن من گان زدم سر 9. اگر جنگی بود چون باک خورد قبل اینکه صحبت بشه گان زدم به 9. اگر جنگی بود بعد 9 بره. باک خورد حالا نمیدونم دیگه. بچرخ آش نداشته باش برادر. گان سری باگ نخوره. بله گان جنگی بوده بچه ها اینجا چون اصلا کلا تفنگدار بر اساس اسلحه‌ای که پخش میشه ما نمیتونیم بزنیم و اون گان بخواد سوخت بشه. گان ترای میشه 9 بازی. هیچ صحبتی از سایت و نقش نمی کنی فقط وصیت. این 5 میگه من رای ندادم 3 رو بکنم بیرون. خب من خودم 3 رو شهروند داشتم. الان فکتر رگی میگه اون 3 مافیاست. اگه 8 رو شهروند داری 1 2 8 7 شهروند رای دادن به 3 چطوری با 3 دیالوگ میکنی میگی 9 مافیاست؟ آقای سیت 5 عزیز تو که میشید وصیت من تو رو میکنن بیرون. تو میری بیرون ولی اون در هم میتونه مافیا باشه دیگه. سایت با وقت باز شده آقای سیت 10 نه دیگه. سایت داشتی سایت دوباری گفتی بین من حتما مافیا نشسته پس خودت مافیای هفته خونده شد. آقای سیت 5 شما وصیت منی میری بیرون بعد که سایت من خونده شد. مرسی. 9 بازی سایت مافیا نقش ناتو ترتپت دارم میگم میشین سایت شهروند بود بچه ها. بله 9 بازی با سایت شهروند روند بازی شما گان میخوره و خارج میشه. ادامه بازیتون رو بریم بچه ها. ادامه بازیتون بریم. 9 بازی شهروند بود بچه ها. بفرم. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. یه 4 بازی یه طرف 2 نفر رفتن بیرون با خاطر 1 نفر 2 نفر رفتن بیرون. حداقل اون رو باز کنیم بابا دیگه. چی سبک بازی کردنی آقای الان 3 بازی رو رای میدین خروش پیدا بکنه یا نه؟ 3 بازی رای میدیم خروش پیدا بکنه. 6 بازی منتظر برایند چخچخی باحال شما هستیم. آوی منو نگه دارین که من دیگه مقام رنده کنم همه شهر. میگه رنده کردی کل شهروندا رو که سب رنده کرد آدم میشه. بازیکن شماره 4 دیروز باید کرد یکی نایمد دفاع.
امروز تک یکو میکنید بیرون. 3 5 8 کدومشون یارن؟ چی شدن که یار نمیشدن با هم آلین کنن سر کارت 7 دیگه، درسته؟ پس چی شدن بگو تجربه یک سه دیگه با بکنه یک بیرون دیگه. چیکار یک چی گفته آقای سده؟ شروع صحبتش این بوده باکس 19 رو تارگت کرده، تو تفنگدار بودی کن داده به 5 شهروندی 9 کارتش رو دیدی شهروند، کیو میخوای بکنی بیرون آقای سده؟ کارتت میگه یک مافیاست دیگه، کارتت میگه یک مافیاست آقای کارت شهروندی 9 دیدی. من 3 رو کاور میکنم، 3 رو کاور میکنم، 5 رو کاور میکنم، 8 هم کاور میکنم، 8 هم فقط یک میره بیرون امروز، فقط ساید من یک باز میشه. خانم مریم شما چرا میخندی؟ شما شهروندی، به ما گفتی شهروند، چرا میخندی الان به حرفمون؟ خودت هم مافیایی، باکس 1 و 6 رو گردن میگیرم، امروز هم فقط یک میره بیرون. 8 5 بین خودت و 3 و 8 یه مافیا بیشتر که نیست داری؟ خودت میگه شهروندی به 3 رای ندادی دیگه، 8 ولی رای. بازیکن شماره 6 بایگاد من بودم که چرا یک نیومد تو رای گیری. 1 و 6 رو باکس میکنم حسین. آره 8 رو کاور میکنم. دیروز این نگفتی چرا هیچی به 58 نمیزنم، 58 رو کاور میکنم، 1 و 6 رو باکس میکنم. ببخشید دیروز به 3 موضع دادی سایت چه باز کنی، بعد بلند شدی تارگتش کردی، به من موضع دادی 7 سایت منو در موردی دیگه. من گفتم 7 مافیا، تو 7 و 8 گفتم دوتاشو بیارید بالا، چون من گفتم من شهروندم، 8 فهمیده من شهروندم، 7 رو تحلیل نمی‌کنه، گفتم این دوتا رو بیارید بالا زیر هر کدوم من رای دادم. 7 اومده تو دفاعیه آتیشا چرا به یک رای ندادی؟ یک اصلا نیومد که من میخوام از جوش میشد. الان من به تو اعتماد کنم، به یک رای بدم. من اون یکی کیه؟ من اون یکی کیه؟ حسین ده که شهرونده، 5 هم که میگی شهرونده، 10 5 شهر داره. 3 رو الان داری شهر میکنی، دیروز میزدی امروز میگی شهر، پس یارم میشه هم 8 دیگه، درسته؟ اگه منو یک بازیکن شماره 1 3 مافیاس واسطش 2 سر رای داده، 7 هم سر رای داده. من هم کارم شهرونده خب کنم صحبت سر رو نمی‌کنم ببینیش بیرون فکتی میشه دیگه. وسیعت گفت 3 فکتگی دو هم که به تو رای داده بود دیگه، یا هم شهر تو شده، 7 هم رای زیر تو بوده دیگه داداش، من چون مافی زیر تو رای نکشه کارت هم شهروندیه. الان 3 تا شهروند زیر تو رای کشن، مافی چرا زیر تو رای نمیکشه؟ سر رو میدونش خلاصش میکنیم. میخوایی بازی بگذی به من رای بده بازی تموم شد بره دیگه. من حمله بدی کنم تو بس اول تو سر 3 میدادی، چون 3 فکت رای گیری داشت. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. تو منو شهر داری، سیت 3 لایک بده اگر شهر داری. ببین اعتماد سخته، 7 نفریم، یه شهروند اشتباه به چند نفریم، آره دیگه تمامه، یه شهروند بره بیرون بازی تمامه. 3 فکت داشت، 3 بازی تو حتی اگر شهروندی فکت داشتی زیادم داشتی. 2 شات شد دیگه، چی خوند 2؟ من کاورش کردم. 2 حالت داره، یا مافیا هم آگاه بودم 2 شهره، از کارتون به تو زدم خب، یا میدونستم اون شهره چون تو اونو گردنش گرفتی با کارت شهروندی اومدم سمت تو. 9 بلند شد کارت انداخت جلو تویی که هزاران فکت رود مینشست، شهرم باشه باید میرفت بیرون. اینجوری من بدم میاد رو کسی رو مشکوک کارت بندازه. الان هم نمیدونم، یک مافیا داری سیت 4، دیروز هم گفت سیفه، حرفاش هم منطقیه، ولی خب 7 نفریم، یه اشتباه کنی بازی تموم. همه رو بیارید بالا بچه ها، ولی خب بازم زورمون نمیرسه. اون ور الان 6 و 8 و 10 هیچ کدوم تارگت نمیخورن، این عجیبه. بین اونا مافیا نشسته دیگه، این عجیبه، این عجیبه. بازیکن شماره 3 نوبت صحبت شما. ببین من به نظرم فکت شهروندی تو اونجایی صادر شد که بهم 2 ندادی. 9 اومد دفاعیه منو کاور کرد، من 4 تا رأی 2 آوردم،
تن و بدنم لرزید 4 تا رای، چون من حتی به 7 تارگت نزده بودم. 7 دفاعیش گفت من از بازی برم بیرون. پس رای خروجای 9 کیا بودن؟ خودت بودی، 1 بود، 7 بود دیگه. اینا رو بذار کنار. من با کارت شهروندیم دست شهروند داشتم از بازی میرفتم بیرون. پس منطق داره مافیا بیاد تو پوزیشن تو بازی کنه به من تارگت بزنه. من به نظرم 1 6 8 با هم باکسن. آدز خطا داشته باشه 10. هم خودتو کاور میکنم هم محسن. و سخت این موضوع رو متوجه بشی. بهتم حق میدم، چون اینا رأی 2شون رو دادن به کسی که 9 کاورش کرده بود تو دفاعیه. اگر منو تو بازی کلکه میکردن فردا کی از بازی میرفت بیرون؟ 7. تو از بازی میرفتی بیرون. اتکر کارتای من، درسته؟ پس به تو میگم شهروند، به 4 میگم شهروند. ذهن تو باز کن. به نظرم 1 6 8 میتونن با هم باکس باشن. رأیایی هم که به هم دادن رأی فیک بود، چون مشخص بود اصلا 6 بالا نمیومد تو دفاعیه. یک هم اصلا رأی 1 نیاورد. مگه میشه دک روز 1 به این بگه سیف یه دونه رأی 1 نیاره؟ باکستون رو با هم. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. خانم مریم الان من مافیاتم. آره عزیزم، شما مگه با 7 سایت نگرفتی؟ خانم 36 خب پس 10 شهروند داشتی دیگه، رفتی با 7 سایت گرفتی. آفرین. تو 45 و 8 بیشتر از یه مافیا داری؟ نیست دیگه بابا. 3 تو دفاع بوده، 5 گردنش گرفته بوده، بهش رای نداد. اصلا یارن اینا. من که دیالوگاشون رو یار به یار نمیبینم. حالا بگی رای نداده شاید یارش باشه. 8 هم که یارش سه نمیشه بهش 2 کشید دیگه قبل 9. پس 1 سیفه آقای سیف. به کی میخوای 3 رو بکنی بیرون؟ نمیذارم. کارتم جلو 3 داداش. کارتم جلو 3. 1 که حتما مافیا هست. باک آیس دست خودتو میکنم بیرون دیگه عزیزم. خب 5 هم فهمیده 3 شهرونده. 5 هم فهمیده 3 شهرونده. میخوای کیو بکنی بیرون؟ 1 مافیاست. من تو 1 6 8 کف 2 تا مافیا دارم. کف 2 تا مافیا دارم تو 1 6 8. بازی کنید امروز 1 بره آیست 5. مگه نمیگی تو 7 نفر شانس اشتباه نداری؟ فکت منم که درست بود. از هر لحاظ ریاضی فکتی هر جور بخوای حساب کنید تو خودتو 3 و 8 یه مافیاست. بین 6 و 10 هم یه مافیا. 1 سیف میشه دیگه. 1 سیفه. 1 رو بکنید بیرون. 1 بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. اگر روند بازیم درست باشه این 2 تا ستیل بازی باشن حتی به اشتباه 1 3 8 6 بازی 3 تا مافیا تو همینا در میاد. یه دونه شهروند توتونه دیالوگو متوجه میشه تو رایگیری هر کسی رو خواستیم میانی بالا 3 نفر میان بالا. حواستون باشه به این موضوع. دوم یه دونه شهروند توتونه دستش اشتباه و غلط بیاد بالا بازی باختیم. یه دونه مافیا بره بیرون 2 تا چین دیگه فردا میزنن بیرون. شاید تهش یه دونه بتونه پشت دستشون بازی کنه. ولی خب من اعتمادم امروز فقط به این 2 نفره. فقط به این 2 نفره. اون یه دونه شهرونده تو 1 3 8 6 بازی سخته. یه کوچولو سخته واسه اون یه شهروند در آوردن. ولی خب بازی کنه. خانم 36 باید بازی کنی. وقتی 5 نام شهروند داری 10 نام شهروند داری باید با دستشون بازی کنی. چرا بازی نمی‌کنه خانم 36؟ 4 الان مدت 5 داره بازی می‌کنه، 5 مدت 4 بازی می‌کنه. پس باید بهشون اعتماد کرد. اینجای بازی. بازیکن شماره 3 نوبت صحبت شما. چقدر این دیالوگ یار به یار بود. ببین من آدز میذارم این 10 داره این حرفا رو میزنه یهو 2شو بکشه زیر منو. آدز این چیزا رو میذارم. آدز میذارم 1 6 10 با هم تو بازی مافیا باشن، خط کشی تو اشتباه باشه. ولی محسن که با کارت خودش باید 1 تو بازی گردن بگیره. یعنی کارت خودش میگه 1 باید تو بازی گردن بگیره، چون مشخص واضحا بین من و 5 ما که با هم یار نبودیم اینجوری با هم دیگه دیالوگ کنیم. پس تو رأی دعای من شهروند باید مافیا باشه دیگه. منم آدز ببین دیشب ما یه بازی کردیم سجاد 37 بود، من 9 بودم رئیس. تارگتش کردم به دست شهروند از بازی رفت بیرون، بهش رأی 2 ندادم، وصیت شهروندیم کرد. تو اگه همچین حرکتی رو داداش به ما زدی که خیلی باحاله دیگه، دژاوو دیگه. مثلا می‌بینیم واو یه کارمایی هم رو سر خودمون فردای همون روز پیاده شد. مثلا محسن داره یار فرضی منه مشکوک در این حالت ممکنه امروز بازی میکنه، دست بهش میرسه دیگه. شما دست بهتون میرسه. اینا با من 2 دادن، من شهروند میرفتم از بازی بیرون کیو وصیت میکردم؟ باید تو رو وصیت میکردم، اینا رو که وصیت نمیکردم. اینا با من 2 داده بودن، فقط تو ساید تو
داشتم بازی میکردم، من به تو میگفتم مافیا، به هفتی که تو دفاعیه بهم گفته بود مافیا باید میگفتم مافیا. نهایت مثلا میرفتم میگفتم 9 یار فرضیمو بازی کرده. پس ذهنتون رو باز کنید، 1 6 8 رو با هم بیارید تو دفاعیه، آدز خطاش فقط 10، یعنی آدز خطاش فقط 10. باکستون به نظرم شهروندید. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. بخوام بازی توی بکنم باید فکت لجند بیارم باکس کنم دیگه، بگر از این دیگه چاره دیگه نی. 3 بازی، 2 بازی، 7 بازی که شهروند من مجهول، اصلا علامت سوال گنده رو سر من، یک دونه مثلا یک مافیا بهت رای بده، یعنی اون یار دیگه یک بازیه رو آخر کار بعد طرف خفه کنتش، یعنی فوش زیر و بالاش دیگه ببخشید بده بهش که تو رای نداده. فکت لجندته، با همون 4 بازی هم باکست میکنم، میگم با فورس خودت 3 بازی. شما من لبا جمع کن کاسکوزته به ما داستان لیلی و مجنون قصه شیرین فرهاد تعریف میکنه. 3 بازی مافیاست، 4 بازی رو فردا باید بهش رسیدگی میشه. ده بازی به 3 بازی رای میدی، الان گفتیش آخر کار رای میده بهت، یا یار به یارت بهت یک گوشه داد ها. 10 بازی صحبت‌های بازیکن بعد. چالش کرده باید که نیست هست یه دونه هم تبیش فکت هم بودم فکت رایگیری آی چاله بود من رایم هست فکت رایگیری داره، فکت رایگیری هم ببازید اگر هم شهرم بود. اوکی من رایم فکتم هم که بودم. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. بود یه رای بکشم زیر تو بری بیرون، یه رای منو میخواستی، میتونستم مافیا بودم یه رای بکشم تو بری بیرون، سایت خودم با هفته بمونه برای امروز، درسته؟ اینه نگه دارم گره، راحت ترین کاری بود یه رای بکشم زیر تو بری، درسته؟ آی سنگ شهری چیزی رو من میگی مافیا. محسن چین 1 و 8 و 6 به نظرت میخونه؟ تو داری میگی میخونه؟ 8 گفته 6 تو نمیترسی علمشی دل بشید با شدن گفتم تو به جایی که من نگه داری به من داری چرا میکنی؟ بعد باشه بگی ببخشید بگم هر دوشون بیان بالا 7 و 8 که به نظر چین من بوده 1 ساعت گم زدم چرا این چرا 2 شروع شده 1 چرا نیومده تو رای گیری؟ میخونه؟ 3 4 5 نمیخونه، 1 6 8 میخونه. هر تا 10 رای فقط 1 شهر دارم 10 اون رای بده هر تا رای میدم، هیچ کدومتون رو نمیگم شهر، فقط 10 فقط 1 شهر حتمی دارم. آخرین فرصت برای استفاده از اسلحه. زمان رایگیری. دوستان آماده باشید. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. شماره های 1 و 3 و 6 و 8 در دفاعیه حاضر میشن.
آقا من فکتا خوشم آوردم بودم سه بازی مافیای دیگه بعد چین فصلی 3-4 در این چیچم کلپسه 6 نفر حقیقی داشتم و من نمیدونم 6 نفر حقیقی داشتم 5 تا دوستان رای زیر من اومده در حالی که 3 تا شهروند بیرونن 6 نفر حقیقی داشتم 5 تا رای زیر من اومده در حالی که 3 تا شهروند بیرونن پس دیگه نخواهیم بازی من نمیدونم سری کلم داد بزنم این فکس برم باز نکنی 3 و 4 در چین بازیکن شماره 3 نوبت صحبت شما. چه ربطی داره؟ رأی 2 به نظرم به زور 2 تا میاری، به زور به نظرم رأی 2 تا میاری. من و 4 و 10 با هم چینین، 10 انداختم تو سایت با 7 چالش گرفت گفت چقدر تو شوی سه بازی معلوم مافیا. محسن یار من باشه ما شب با هم صحبت میکنیم دیگه. این به من گفت فیلینگی مافیات دارم امیر اکبری ولی سایت تو باز میکنم، این درو باز کرد کوبید تو صورت من میگه 3 4 5 با هم چینن. علی خان سیت 5 من دارم تو رو امروز شهروند میکنم، تو چرا به من رأی 1 میدی؟ یه شهروند هیستریکشه به من 2 بده من از بازی برم بیرون. مگه قرار بود هر بازی چین بزنم؟ خب اینجا بازی نمیکردم که میرفتم جای دیگه بازی میکردم. رأی تأخیری دادم بهت عمو، 6 که بهت واضح رأی تأخیری داد، 3 14 شلاقیات بودن، 1 6 8 به نظرم بازیکن بعد من رای دادی تو علی با من تو دارم میگم حتما شهروند تو اصلا از تو بعیده. آستی یک من کلپسم چرا من رای دادی؟ ای من کلپسم چرا با همون 3 و 4 به من رای دادی؟ آقای سیت 1 خب چرا با 3 و 4 به من رای دادی؟ 4 که حتما مافیاست. نفهمیده من نمیتونم یار 1 و 8 باشم. یک رو فکر کنم من خوشحال باشم این از رای گیری رد شده. هی حفظ دادم چرا که این تو رای گیری نبوده. فکر کنم گفتم 7 و 8 با هم دوبلی باید بیام بالا. میگه 3 4 5 نمیتونم. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. درست نشد دیگه. الان 4 بازی دیگه میشه شهروند. ما می‌خواستیم به 4 بازی دیگه مافیات رای میکشید همراه من شهروند. اون یک بازی هم که من رای دادم رای داده به 4 اول بعد رای میدادیم. من که مطمئنم 3 بازی مافیاست. اون که از اون مطمئن اصلا ردخور نداره 3 بازی مافیا نباشه. اون که هیچ و بقیه داستان شد. آره غم انگیزه، بقیه روال داستان غم انگیزه. این از اینش بدم میاد. رای گیری شروع میشه. بازیکن بعد. مرسی اشتباسی. از تکنیک های مافیا تایم استفاده کردیم. رأی تأخیری که شما انداختی باعث شد 4 رأی بشه، من 5 انداختم. وگرنه تو بازی حضوری اینطوری نمیشه. بعد 5 ثانیه من دستمو بیارم بالا بگم چه جالب شو مافیا یک بازی. ببخشید محسن جان دادا، ببخشید واقعا. بستون همون سیت 1 بود، بستون سیت 7 بود. 1 2 7 بس پلیرتون بودم. بستون سیت 1 بس که من بودم. 7 فکت رای گیری چی میگه؟ حسی بازی میکنی؟ فکت رای چی میگه؟ آیا 8 بازی تو پوزیشن شهروندی شهروند میگه 2 تا شهروند شاد شده، خود شهروند 3 تا مافیا کجا بوده سر رو بکشه؟ بس که من بودم همون. 4 کارگاه تیم مافیا بود، 5 هم نگهبان تیم مافیا بود، مرسی. 9 هم تکاور تیم مافیا بود. تو روز بلند شد از 3 رئیس مافیا هم زد، از 3 رئیس مافیا بلند شد هم زد. روزی 7 دکتر رو داد بیاد. بعد شما گان دادی به وصیت 7 به 5 بلند شده 9 رو زده. چینتون 3 6 10 بود.
خدایش کار ندارم، یکی میدونم اکان دومشه، ولی فکت رأی که بود تحت هیچ شرطی دیباگ نمیشد. فکت رأیش چرا؟ اگه باکس یک هشت مافیا بودن دیباگ بود. چرا دیگه؟ اگه باکس یک هشت مافیا بودن دیباگ بود دیگه. تیم مافیا نمیگم بد بود، تیم مافیا عالی، تیم مافیا که آگاهانه بازی میکنه عالی، ولی شرط به این آگاهیش یک بازی با نقش شهروند ساده فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود. هفته فوق‌العاده بود. 8 بازی هم قفلی روش 3 بود و داشت نشد دیگه. نه 4 بود. بدش به جایی که استلام کسایی که دارن جلو میدن رو بگی بدم مایک هم میخواد خدا را گیریم خدایی روتون میشه مایک میخوان با اکثریت آرا شماره 1 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. نه رو نداره که خب به هر حال بازی شهروند مافیاست، شهروند اشتباه میکنه، مافیا آگاه بازی میکنه. چرا؟ چون دارم 3 4 10 چون که 3 و 14 به 6 رای دادم. من گفت 4 خیلی مافیا بود دیگه. 4 الان یار 3 بود. من مافیا تو 3 و 4 6 و 10 بود. وقتی دیدم 3 و 14 به 6 رای دادم گفتم 6 4 فعلا بیخیال. ببین داداشی این بازی هم در اینجا من مشخص بود یار محسن نبودم، با هم اینجوری دیالوگ کرد، لام گذاشت اگر یارم بود. با تشکر از شما این بازی هم به اتمام رسید. امیدوارم شما هم مثل من از این بازی لذت برده باشین. این بخواد بره دو رو تو بازی مشکوک کنه دیگه نمیگه امیر اکبری به نظرم شهرونده نرو باش ساید بگیر میری، که کارت دوتامون رو داره نشونه دو میده با این حرکت. بازی هم بازی جالبی بود، منم سعی کردم کارهای جالبی بود تو بازی بکنم دیگه. خیلی هم نرو هم نمیدونم چرا جدیدم با کارت مافیا. امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشید. اگر بازی رو دوست داشتید لایک، کامنت و سابسکرایبتون فراموش نشه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو دیگه فعلا.